سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه از مراکز صحی در کابل. جذب سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش حدود 35 میلیارد افغانی توسط کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی و کشته و زخمی شدن بیش از 80 تن در نتیجه انفجار در یک کارخانه مواد آتشبازی در ولایت هونان چین. امروز سه‌شنبه 15 ماه ثور سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. وزارت صحت عامه میگوید که مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی این وزارت همراه با یک هیئت تکنیکی از شفاخانه 50 بستر حضرت بلال و کلینیک کیور در کابل بازدید کرده است. با گفته این وزارت، آقای حقانی در جریان این بازدید روند تداوی بیماران، کیفیت خدمات و جریان کاری را بررسی کرده و به منظور بهبود خدمات صحی راهنمودهای به کارمندان ارائه کرده است. کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون سرمایه‌گذاری‌های به ارزش حدود 35 میلیارد افغانی را جذب کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که این کمیته 45 طرح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های برق، زیربنا، ساختمانی، زراعت، ترانسپورت و تکنولوژی معلوماتی را بررسی کرده که به تایید مقام عالی رهبری نیز رسیده است. افزون بر این، با تطبیق پروژه های مذکور برای هزاران نفر فرصت شغلی فراهم شده و بازار مواد ساختمانی داخلی نیز رونق یافته است. معاونیت اقتصادی هدف از فعالیت این کمیته را ارائه تسهیلات بر سرمایه‌گذاران، جلب و جذب سرمایه‌گذاری، شریکسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد هماهنگی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای ذی‌ربط و رشد اقتصادی کشور عنوان کرده است. وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرده است که کار ساخت 4 ذخیره آبیاری زراعتی در مرکز و ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی به ارزش بیش از 12.6 میلیون افغانی آغاز شده است. با گفته این وزارت، این ذخایر ظرفیت نگهداری 1580 متر مکعب آب را دارد و با تکمیل آن هزاران جریب زمین زراعتی تحت آبیاری قرار خواهد گرفت. رسانه‌های دولتی چین گزارش داده که در نتیجه انفجار در یک کارخانه مواد آتشبازی در ولایت هونان 21 تن جان باخته و 61 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، این رویداد روز گذشته در شهر لیانگ ساعت 4:40 بعد از ظهر رخ داده است. منطقه‌ای که یکی از مراکز مهم تولید مواد آتشبازی در چین به شمار می‌رود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.